افغانستان در مرز قرنطین. روحی 1398. رئیس جمهور غنی در یک جلسه کابینه با رئیس‌های وزارتخانه‌ها از جمله وزارت معارف، وزارت صحت عامه، وزارت تحصیلات عالی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، جناب استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری و آقای حمدالله محب برگزار شده بود، روی موضوعات ویروس کرونا بحث و تبادل نظر صورت گرفت و برای جلوگیری و گسترش این ویروس راه‌های مقدماتی و اساسی را جستجو کردند و همچنان تمام مؤسسات، مکاتب و پوهنتون‌های خصوصی و دولتی را تا 30 حمل 1399 رخصتی عمومی اعلان کرد. این در حالی است که در حدود 16 نفر از مردم افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که بیشترین آمارها از ایراد مرز ایران هست و از مردم خواسته شده است که در مکان‌های عمومی، جاده‌ها، موترهای شهری، حمام‌ها، کلب‌ها و جمنازیم‌ها محافل دست جمعی اشتراک نکنند و از رفتن به این مکان‌ها جلوگیری کنند. و همچنان رئیس صحت عامه افغانستان آقای فیروزالدین فیروز تاکید کرد که باید از ماسک استفاده شود. وقتی از خانه بیرون می شوید حتما از دستکش استفاده کنید و همچنان روز چندین بار دستهایتان را با آب گرم و صابون بشویید و ضد عفونی کننده استفاده کنید. و همچنان در ادامه سخنانشان اشاره کرد د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک